дар Тоҷикистон 2.6 миллион нафар ба камбуди ғизои солим мувоҷеҳ аст. ин омор дар гузориши нави амнияти озуқаворӣ ва ғизо нашр шудааст. гузоришро 5 оҷонсии Созмони Милали Муттаҳид омода карданд. بر اساس این گزارش در تاجیکستان 26% کودکان با علت دسترسی نداشتن به غذای سالم قد پستند. از این رو ما باید دست جمعانه کوشش به خرج دهیم که دسترسی کودکان به غذای سالم بهتر شود. барои дастрасии комили сокинони Тоҷикистон ба ғизои солим ҳар сол $41 миллион зарур аст. ба гуфтаи муҳаққиқон, роҳи аслии ҳалли ин мушкил боло бурдани саҳми муҳоҷирони меҳнатӣ дар коҳиши сатҳи фақр ва амнияти озуқаворӣ ва ғизо аст. Tajik migrants, they have a huge role in development of Tajikistan. نقش مهاجران تاجیک در تأمین رشد جامعهشان خیلی زیاد است، چون که آنها به خارج بیشتر به روسیه می روند و از آنجا با دانش و ملکه و مبلغ برمیگردند. در اینجا به صاحبکاری مشغول می شوند. در آغاز وقتی که صاحبکاریشان خرد است، آنها به جای کار پیش از همه نزدیکان خود را تأمین می کنند و بعدتر وقتی که تجارتشان بیشتر رشد می کند، می توانند نفران دیگری جامعه را با جای کار تأمین کنند. به همین وسیله در رشد جامعهشان، در رشد محلشان سهم بگیرند. در ارتباط با این موضوع روز جهانی غذا در تاجیکستان با برگزاری یک مراسم تحت عنوان آینده مهاجرت را عوض میکنیم در شهر نورک برگزار شد. در حالی که شدت مهاجرت مهنتی ساکنان تاجیکستان به خارج کشور در سالهای اخیر کاهش یافته است. یکم عاملش همین بود که بعضی مثلا جهت‌های اقتصادی در فدراسیون روسیه، مثلا شهروند ما تا سال 2014 اگر در فدراسیون روسیه 30,000 سوم روبل روسی میگرفت و برابر بود با $1,000 قریب. امروزه و همون 35,000 سوم روسی میگیره که $300 است و امکانات دارد که اگر که متخصص همین ساحه باشد یا ساختمان باشد و میتواند که در جمهوری یعنی جای کار یافته به همین پول دسترس کند و این هم یک عامل شد که تعداد مهاجران یعنی بررسی نسبتاً کمتر شده است. سازمان جهانی مهاجرت در 2 سال اخیر در تاجیکستان 300 گرانت خرد را برای دستگیری مهاجرین به وطن برگشته ارائه کرده است که هدف اصلی آن افزایش تولیدات مال و محصولات و دسترسی بیشتر خانواده‌های آنها به غذای سالم و امکانات اجتماعی میباشد. طبق آمار گزارش آژانسی‌های سازمان ملل متحد، شدت کمبود غذا در تاجیکستان در 12 سال اخیر از 41.5% تا به 30.1% کاهش یافته است.